امین سنگین‌زاده معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل تاجیکستان در نشست خبریش گفت که نه قطر می‌خواهد ساختمانچیان تاجیک را قبول کند و نه مهاجران تاجیک می‌خواهند به آنجا روند. قبلا مقامات تاجیکستان شرطنامه با قطر را چون موافقت بزرگ جلوه داده بودند. سبب قبول نکردن قطر بند بودن این ساحه از طرف مهاجران کاری از آسیای جنوبی شرقی است. سبب نخواستن ساختمانچیان تاجیک باشد، هرچند اینش دیگر مهم نیست، کم بودن معاش ساختمانچیان در این کشور می باشد. در همین حال مهاجرت به روسیه طبق گفته سنگین‌زاده در نیمه اول سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 19% افزایش یافته است. قطر مهاجران از تاجیکستان را تنها در ساحه‌های خدمت‌رسانی، نقلیات، حفاظت و آیتی تکنولوژی می‌خواهد قبول کند. کارشناسان همان زمان امضای سازشنامه اجرا شدن آن را زیر سوال برده بودند. در این باره ما با کارشناسان صحبت‌های داشتیم و نظر آنان را در پایگاه پیام کاریده بودیم. کارشناسان به این نظرند که این سازشنامه روی کاغذ میماند و حتی 100 نفر مهاجر تاجیک به قطر نمی رود. با استفاده از محتوای مصاحبه ها با کارشناسان میخواهم امروز در برنامه امروزه صحبت کنم. باید چند مشکلی موجوده که در کشورهای عربی مهاجران مهنتی روبرو میشوند گفته گذشت. اول اینکه مزد کاری ساختمانچی و کوچرو و خدمتکار در کشورهای عرب بسیار ناچیز است. کشور قطر کمی بیشتر مزد کار می پردازد، اما در عربستان و امارات مزد کارگران ساختمان و کوچرو و خدمتکار $200-250 است. در ساختمان این کشورها اساساً هندو و پاکستانی ها کار می کنند. آنها اصلاً درباره کامفورت نمی اندیشند. در جای کارشان می خوابند و تمام مبلغ کار کردهشان را به خانواده هایشان می فرستند. یعنی مهاجران کاری در کشورهای عرب دارای کمترین حقوق نیستند. Пункт 1. В арабских странах официально разрешено изымать паспорта у мигрантов. Их паспорта находятся либо у посредников в трудоустройстве, либо у работодателя. Фактически это означает рабство. Пункт 2. В арабских странах официально разрешены телесные наказания, в том числе в отношении иностранцев. Они очень активно применяются. Мигрантов избивают часто. Пункт 3. В арабских странах официально установлена сегрегация. Мигрантов заставляют жить в отдельных геттоизированных районах. Они не могут жить в тех же районах, в которых живут местные граждане. Пункт 4. В арабских странах существует очень сильная религиозная дискриминация. Людей могут принудительно заставлять исполнять обычаи ислама, хотя они не являются верующими мусульманами. Пункт 5. В арабских странах очень низкая заработная плата и очень слабые институты по защите трудовых прав. Поэтому ездить в арабские страны еще хуже, чем ездить в Россию. ثانیاً بنابر نامطابقی آب و هوا هیچ تاجیکی برای این مقدار پول نه تنها راضی به کار کردن نمی شود، بلکه حتی به بیکار خوابیدن در جای هندی و پاکستانی ها تن نمی دهد، چون حرارت در آن کشورها تا 50 درجه می رسد و هوایش هم بسیار نم است. هندی ها عین همین هوا را در کشورشان دارند و عادت کردند. چیزی دیگر، هندوها، منظورم هندوستانی ها، پاکستانی ها و بنگلادشی هاست، 10 ساله هاست که در آن کشورها کار میکنند و تمام ساحه ها را پر کردند. برای مهاجر تاجیک وارد شدن به آن بازار و پیدا کردن جای کار بسیار هم مشکل است. و یک چیز دیگر، مردم عادتاً از جای و محیط نو می ترسد. حتی اگر آنجا مزد کار برابر با روسیه یا بیشتر می بود، سالها لازم می آمد که مهاجران از روسیه به آنجا کوچند. اما برای کار در ساحه‌های خدمت‌رسانی، نقلیات، آیتی تکنولوژی در خلیج دانستن نه تنها زبان عربی بلکه انگلیسی هم لازم است. معاش هم در ساحه خدمت‌رسانی و نقلیات چندان بالا نیست.
حدود 500-600 دلار است. همین مزد را بدون مشکل می شود در همین ساحه ها در روسیه پیدا کرد. بعداً تاجیکی که انگلیسی و عربی بلد باشد و کمی چقان با همین مزد در دلخواه جا بدون هیچ راهنمای کار پیدا کرده می تواند. اینکه مقامات تاجیکستان سال هاست که کوشش میکنند با کشورهای خلیج سازشنامه ها برای ایجاد جای کار امضا کنند با سبب شناس نبودن با بازار کاری آن کشور هاست. واقعا زندگی در این کشورها راحت و پول فراوان است، اما تنها برای مردم محلی و متخصصان ورزیده. هندوهای متخصص سالانه میلیاردها دلار از امارات به کشورشان انتقال میدهند، اما هندوهای کارگر مبلغ بسیار ناچیز میفرستند. اکنون در مسئله کار در کره باید همین را قید کرد که شانس مقامات تاجیکستان برای گرفتن بازار کاری این کشور بسیار کم است. کشورهای همسایه کره را کنار گذاریم، ازبکستان با این کشور روابط تنگاتنگ اقتصادی دارد و در صورت انتخاب بین تاجیکستان و ازبکستان، کشور کره بدون شک ازبکستان را انتخاب خواهد کرد. همین است که طول چند سال است کوشش تاجیکستان برای به دست آوردن بازار کاری کره به نتیجه مانده است. В Корею не идут ровно потому и в европейские страны, что там визовый режим довольно жесткий и попасть туда довольно тяжело. С удовольствием пойдут, когда будут соответствующие договора. Вы же видите, что граждане Узбекистана активнейшим образом ездят в Корею и уже начали активнейшим образом ездить в Польшу. Вы же видите, что граждане Кыргызстана успешно ездят в Польшу, в Чехию, в Болгарию. С удовольствием поедут в приличные страны, когда будут соответствующие договора. خلاصه ما این است که در صورت از هم نریختن اقتصاد روسیه که امکانش وجود دارد یا زورا نراندن تاجیکان از این کشور، مهاجران تاجیک کار در روسیه را با وجود مشکلی ها و رنج و عذاب های زیاد اولاتر از کار در کشورهای عربی و کره و حتی اروپا می دانند.